پرزیدنت توزیع انتخاب امریکا جو بایدن تصمیم گرفته است که شورای امنیت ملی را بازسازی کند. در این شورا یک نهاد علیحده تشکیل می شود که به مسائل روسیه و آسیای مرکزی مشغول خواهد شد. تیم بایدن الکی اعلان کرد که این نهاد نو را اندریا کندل تیلر، کارمند سابق مقامات امنیتی امریکا، راهبری خواهد کرد. تشکیل چنین نهاد ویژه روسیه و آسیای مرکزی در شورای امنیت ملی امریکا به این معنی است که در زمان ریاست بایدن مناسبت‌ها با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی دیگرباره در اولویت قرار می‌گیرند. در زمان ریاست باراک اوباما و جورج بوش خردی در دستگاه شورای امنیت ملی امریکا یک نهاد ویژه روسیه وجود داشت، ولی دونالد ترامپ آن را برهم داد. مسائل سیاست امریکا در رابطه با روسیه به بخش اروپایی شورای امنیت ملی واگذار گردیده بود. اندریا کندل تیلر، رهبر بخش روسیه و آسیای مرکزی در شورای امنیت ملی امریکا، اکنون مسئول سیاست‌های مأموریت جو بایدن در قبال این کشورهای شوروی سابق خواهد شد. او قبلا در مقامات امنیتی از جمله در بخش روسیه و اوراسیا شورای ملی اکتشافی در دفتر مدیر اکتشافی ملی همچون به حیث تحلیلگر ارشد در اداره مرکزی جاسوسی امریکا کار کرده است. کندل تیلر روندهای سیاسی در روسیه و کشورهای اوراسیا همچنین طبیعت رژیم‌های افراطی را تحقیق کرده است. اندریا کندل تیلر در توییتر در رابطه با تعیینات اخیرش نوشت: برایم افتخار بزرگ و مایه شادی است که به تیم فوق‌العاده شورای امنیت ملی می‌پیوندم. بیایید از پس کار شویم.